به نام خدا. سلام گنجش کوچولو، حالت چطوره؟ امیدوارم که حالت خوب باشه، چشمای قشنگت بدرخشن و خنده های ریز ریز از روح لبات محو نشه. همیشه شاد و خوشحال آماده شنیدن قصه باشی. منم از قصه گفتن برای تو لذت میبرم. اما قصه امروز قصه عشق و مرگ از کتاب زیباترین افسانه های جهان. امیدوارم که خوشت بیاد و لذت ببری. عشق و مرگ. در روزگاران قدیم در روستایی دختر زیبایی زندگی می‌کرد به نام سینا. در تمام روستاهای اطراف دختری به زیبایی او دیده نمی‌شد. آوازه زیبایی او به سرزمین‌های دور هم رسیده بود. حتی نام او طنین زیبایی داشت. خیلی از جوانها که از خانواده‌های بزرگ و ثروتمند بودند از او خواستگاری کردند، اما سینا به هیچ کدام جواب مثبت نداد. در میان همه آن عاشقان دو پسر بودند به نام تولیفایاوا و تولاعنا. هر دو پسر که از خانواده بزرگ و ثروتمندی نبودند، فقط یک آرزو در سر داشتند. هر دو می‌خواستند سینا را تصاحب کنند. این بود که خوکی را مطابق رسم کشتند و کباب کردند و بردند برای پدر و مادرشان. بعد یکی از پاهای خوک را برای سینا بردند. وقتی به خانه سینا رسیدند، چشمشان به جمعیت زیادی از شاهزادگان و بزرگان افتاد که همه برای خواستگاری آمده بودند. کوهی از هدایا جلوی پای سینا قرار داشت. یکی گفت: این موزها مال توست سینای زیبا، در هیچ کجا موز از این بهتر پیدا نخواهی کرد. این مرغ مال توست سینای عزیز، چند تا موز چه ارزشی دارد؟ این خوک چاق و چله مال توست سینای دوست داشتنی، این مرغ چه ارزشی دارد؟ تولاعنا قدم جلو گذاشت، آرام پای خوک را جلوی سینا گذاشت. بعد به سینا نگاه کرد، سینا هم نگاهش کرد. بقیه زدن زیر خنده و گفتن: نگاه کن، برایش پای خوک آورده. شاهزاده ها مسخره‌اش کردند. خجالت نکشیدی پای خوک آورده ای؟ سینا از خجالت سرخ شد. پای خوک را برداشت، گفت: بنشین کنار من تولاعنا، چیزی را که آورده ای با هم میخوریم. تولاعنا نشست کنار سینا. دختر به خواستگارهای دیگر که عصبانی شده بودند نگاه نکرد. خواستگارها مغرورانه گفتند: نگاه کن، آن آدم مفلوک را به ما ترجیح داد. چه فکر کرده؟ مگر ما شاهزاده نیستیم؟ مگر ما ثروتمند نیستیم؟ اما او چیست؟ هیچی. چطور میتواند با او دمخور شود؟ وقت خواب که رسید، سینا برای مهمانهایش زیرانداز آورد، برای هر کدام یکی. بعد زیرانداز خودش را به تولاعنا داد. بعد از اینکه همه خوابیدند، مخفیانه با هم خانه را ترک کردند. آنها زندگی تازه‌ای را شروع کردند و در کنار هم خوشبخت بودند. برادر بزرگ تولاعنا، تولیفایاوا، که او هم می‌خواست سینا را تصاحب کند، خیلی از این موضوع ناراحت بود. قلب او از کینه و حسادت مریض شده بود. او در تمام این مدت پلک روی هم نگذاشته بود و آرامش نداشت و همه اینها به خاطر این بود که سینا را از دست داده بود. به خاطر همین تصمیم گرفت برادرش را بکشد. رفت پیش تولاعنا و به او گفت: بیا برادر، بیا برویم ماهیگیری. باید ماهی تن بگیریم. امروز روز خوبی است برای ماهیگیری. حسابی ماهی میگیریم. تولاعنا قبول کرد.
اما احساس بدی به او دست داده بود. احساس میکرد اتفاق بدی میافتد. تولیفایاوا به او گفت برو به ساحل برادر، من هم خیلی زود میآیم. طلائنا رفت پیش سینا و به او گفت چشمت به امواجی باشد که به ساحل برخورد می کنند. اگر موقع غروب رنگ آنها سفید بود بدان که من زنده‌ام و برمیگردم، اما اگر رنگشان قرمز شد بدان که من مردم. سینا ترسید، گفت کی میخواهد تو را بکشد عزیزترینم؟ قلبم گواهی میدهد که قرار است اتفاق بدی بیفتد. سینا طلائنا را در آغوش گرفت، گفت پس پیش من بمان، خواهش میکنم، میخواهی مرا تنها بگذاری؟ طلائنا دستهایش را گرفت و گفت من به برادرم قول دادم. سینا آهسته با خودش گفت اگر امواج سرخ بودند راه میافتم دنبالت، تا تو را پیدا نکنم بر نمیگردم. طلائنا که رفت بلند بلند گریه کرد. طلائنا و برادرش سوار قایق شدند و رفتند توی دریا. به دسته های ماهی تون برخورد کردند. اما تولیفایاوا توقف نکرد، همچنان پارو میزد. کجا می روی تولیفایاوا؟ آنجا که ماهی‌های تن بیشتری باشند. آنها باز به دسته های ماهی‌های تن برخوردند و شروع کردند به ماهی گرفتن و تمام قایق را پر کردند. وقتی برمیگشتند تولیفایاوا ماهی‌ها را تکه تکه می‌کرد و به سوی برادرش پرتاب می‌کرد. طلائنا گفت مواظب باش. تکه های ماهی را می‌گرفت و کنار هم می‌چید. کمی بعد تولیفایاوا تکه‌ای را مخصوصاً آن طرفتر پرت کرد، طوری که افتاد توی آب. بلند گفت چرا آن را نگرفتی؟ تو آن طرفتر پرتش کردی تولیفایاوا، باید آن را از توی آب بگیری. طلائنا خندید، گفت ما که این همه ماهی داریم، این یک تکه را بگذار کوسه ها بخورن، میخواهیم چه کار؟ اما تولیفایاوا فریاد زد تو آدم مفتخوری هستی، مگر ما ثروتمندیم که آن را بگذاریم برای کوسه ها؟ باید بپری توی آب و آن را بیاوری. طلائنا پرید توی آب و تکه ماهی را گرفت، اما وقتی سرش را از آب بیرون آورد تولیفایاوا نیزه ای را توی پشتش فرو کرد. خون فواره زد. طلائنا فرو رفت توی آب. برادرش تنها به خشکی برگشت. با خودش فکر کرد حالا می توانم با سینا ازدواج کنم. سینا ایستاده بود توی ساحل. وقتی خورشید داشت غروب می کرد و امواج نگاه کرد که رنگشان سرخ شده بود. همان لحظه فهمید که طلائنا مرده. افتاد روی زمین و شروع کرد به گریه کردن. تولیفایاوا قایق را کشید توی ساحل. به صدای بلند گفت سینا ماهی ها را نگاه کن، قایق پر از ماهی است. سینا رو برگرداند و از آنجا دور شد. خورشید پشت افق ناپدید شد. سینا داشت از میان درختان نخل در طول ساحل حرکت می کرد. هنوز صدای تولیفایاوا را می شنید، اما توجهی به آن نکرد. او همینطور رفت و رفت و رفت. میخواست طلائنا را پیدا کند. به هر که بر میخورد سراغ طلائنا را میگرفت. میگفت او را ندیده اید؟ مردم با تعجب به چشمهای غمگینش نگاه میکردند. سرشان را به نشان نفی تکان میدادند و میگفتند نه سینا، او را ندیده ایم. و شرمزده از سر راهش کنار میرفتند تا چشمان غمزده‌اش را نبینند. طلائنا را ندیده اید؟ نه سینا، او را ندیده ایم.
همینطور به راهش ادامه داد. از روستاهای زیادی رد شد. از همه سوال میکرد و به راهش ادامه میداد. بالاخره به کبوتری برخورد کرد که روی درختی نشسته بود. به او گفت: کبوتر، توی کبوتر زیبا، دلم برای مردی که عاشقش هستم تنگ شده. به من بگو آیا آن مرد همان که دوستش دارم از اینجا رد نشده؟ قلب من از این همه درد غمگین است. کبوتر به تمسخر گفت: بقبقو بقبقبقو. خوکی اینجا بود، با من حرف زد و بعد رفت. بقبقبقو. سینا عصبانی شد و گفت: چرا اینقدر زشت جوابم را دادی؟ آرزو می کنم سنگی که زنها با آن پارچه هایشان را خشک می کنند برای همیشه روی دماغت قرار بگیرد. و از آن به بعد همیشه کبوتر زائده روی دماغش دارد. سینا به راهش ادامه داد. کمی بعد به یک مرغ ارغوانی برخورد. به او گفت: مرغ ارغوانی، ای مرغ ارغوانی زیبا، من به دنبال مردی هستم که دوستش دارم. هیچ کجا او را پیدا نکردم. به من بگو آیا آن مرد همان که دوستش دارم از اینجا رد نشده؟ قلب من از این همه درد غمگین است. مرغ ارغوانی جواب داد: گاک 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 گاک. مردی را که دوستش داری اینجا بود، با من حرف زد و بعد رفت. گاک گاک. سینا لبخند زد. گفت: چون با من مهربان بودی، این پرها را بگیر و روی دماغت بگذار تا زیباتر از بقیه مرغ‌ها بشوی. مرغ همین کار را کرد و از آن به بعد پرهای ابریشمی روی دماغش دارد. سینا کمی بعد رسید به کبوتر بزرگی. به او گفت: کبوتر، توی کبوتر بزرگ، دارم به خاطر مردی که دوستش دارم گریه می کنم. به من بگو آیا آن مرد همان که خیلی دوستش دارم از اینجا رد نشده؟ قلب من از این همه درد غمگین است. کبوتر بزرگ جواب داد: کوکو کوکو. مردی را که دوستش داری اینجا بود، با من حرف زد و بعد رفت. کوکو. سینا گفت: از تو ممنونم که با این خبر مرا خوشحال کردی. دلم می‌خواهد این پرهای قرمز رنگ و این نشان سفید را به تو بدهم. از آن زمان کبوتر بزرگ پرهای قرمز رنگ دارد و نشان سفیدی روی سینه‌اش. بعد سینا به طوطی برخورد کرد و گفت: توی پرنده زیبا، توی پرنده زیبای رنگارنگ، دلم برای مردی که عاشقش هستم تنگ شده. به من بگو آیا آن مرد همان که دوستش دارم از اینجا رد نشده؟ قلب من از این همه درد غمگین است. طوطی گفت: دختر زیبا، برو پیش مادر ماتامو. از او چیزی نپرس، فقط با شاخه نخل توی صورتش بزن. سینا لبخند زد و گفت: ممنونم طوطی زیبا. حالا که با من مهربان بودی، این پرهای سرخ را به تو میدهم تا روی سینه‌ات بگذاری و این گردنبند را که از دندانهای وال ساخته شده و این تکه پارچه قهوه‌ای را برای دمت. امروز از همین چیزها است که می شود این نوع طوطی را از بقیه هم نوعانش تشخیص داد. سینا رفت پیش مادر ماتامو. از او چیزی نپرسید، فقط با شاخه نخل توی صورتش زد. پیرزن جیغ کشید و گفت: چی شده؟ و شروع کرد به گریه کردن. گفت: بگو اسمت چیست؟ همه ساموئا باید بدانند که یک آدم بد پیدا شده و مرا میزند. سینا گفت: من دنبال مردی هستم که دوستش دارم. ماتامو به او نگاهی کرد و گفت: او کیست؟ همان کسی است که من دوستش دارم. تولیفایاوا او را کشته. زن گفت: خیلی خوب، همینجا بمان، من میروم دنبالش.
پیرزن رفت به جایی که آب حیات و آب مرگ از آنجا رد می شد. جلوی راه آب مرگ را سد کرد و گذاشت آب حیات جریان داشته باشد. بعد چشمش به گروهی جوان افتاد که از آنجا رد می شدند. پسرهایی از خانواده های اصیل و دخترهای زیبا. آنها بی هیچ حرفی پشت سر هم از آنجا عبور می کردند. همه آنها به آرامی مرگ بودند. دست آخر تولاعنا آمد. مادر ماتامو جلوش را گرفت. گفت گردنبندت را به من بده. مرد خواست بیان که به او توجه کند از آنجا رد شود، اما پیرزن او را محکم گرفت. یک سیلی توی صورتش زد و گردنبندش را کشید. بعد او را فرو کرد توی آب زندگی. تولاعنا فریاد زد ولم کن، ولم کن، میخواهم بروم پیش سینا، خیلی دوستش دارم، او هم مرا دوست دارد. ماتامو گفت من دنبال مردی میگردم که زنی او را بی اندازه دوست دارد، زنی که بدون او نمیتواند زندگی کند، زنی که همه جا را دنبال او گشته. بعد به سمت خانه راه افتاد. مرد هم پشت سر او راه افتاد. وقتی سینا چشمش به تولاعنا افتاد که داشت به خانه نزدیک می شد، آنقدر هیجان زده شد که خودش را پنهان کرد. نمی توانست با او روبرو شود. خودش را پشت پرده پنهان کرد. صورتش را با هر دو دست پوشاند و بی صدا گریست. ماتامو به صدای بلند گفت دخترم، آن پارچه نو را برای این آقا بیاور، لباسش خیس شده. سینا پارچه قهوه‌ای رنگی را که همیشه پیش خودش نگه می داشت پرت کرد کنار ماتامو. تولاعنا تعجب کرد. ماتامو گفت چرا تعجب کردی؟ از این پارچه خوشت آمده؟ تولاعنا جواب داد بله، از این پارچه خوشم آمده. سینا یک چنین پارچه ای داشت. اشتباه نمی کنی؟ چطور می تواند این پارچه سینا باشد؟ این پارچه مال من است. تولاعنا با ناباوری به پارچه خیره شده بود. ماتامو گفت دختر، آن شانه را به من بده تا آقا سرشان را شانه کنند، مویشان خیس است. سینا شانه‌اش را پرت کرد. تولاعنا دوباره با تعجب به شانه نگاه کرد. گفت خیلی عجیب است. این شانه هم شبیه شانه سینای عزیز من است. ماتامو دستهایش را به نشانه نفی تکان داد و گفت تو اشتباه میکنی، این شانه مال من است. تولاعنا سرش را زیر انداخت. ماتامو گفت چرا سکوت کرده ای؟ تولاعنا گفت هر چیزی که اینجا میبینم مرا به یاد سینا میاندازد. مدام سینا به یادم میآید. نمیدانم چرا. مرا ببخش. در همین وقت ماتامو پرده را کنار کشید و سینا بیرون آمد. پیرزن به او گفت میبینی دختر، نمیتواند بدون تو زندگی کند. هر دو مقابل هم ایستادند، به هم نگاه کردند و گریه کردند. چقدر خوشبخت بودند. تولاعنا و سینا همانجا کنار ماتامو ماندند و صاحب بچه‌های زیادی شدند. ماتامو را مثل مادرشان دوست داشتند. آنها سالهای سال در کنار هم زندگی کردند و خوشبخت بودند. شهرت ماندگار نیست، قدرت ماندگار نیست، ثروت ماندگار نیست. تنها عشق است که میماند. تنها عشق است که مرگ را مغلوب می کند. اینم از این قصه گنجش کوچولو. امیدوارم که از این قصه لذت برده باشی و همیشه عشق در زندگی تو جاری باشه. تا قصه بعد.